پیام دارم به تمام بانوهای افغانستان: هیچ وقت انگیزه تان را از بین نبرید، همیشه با انگیزه باشید. از امارت اسلامی میخوایم امی پنتونای ما را مکاتب لطفا نگه باز بکنن دروازهشان تا ما بتانیم درس بخوانیم. خانه میرفتم بازار آمدم دیدم که اینجا برنامه کتاب است و یک چیز جدید است. باز امروز آمدیم یک چیز قابل غیر منتظره رو دیدیم. تعجب کردیم. هیچ باور ما نمیشد. کشوری که به یک جایگاه بلند میرسه علتش همین هستن که او مطالعه میکنن نسل جوانشان و تعلیم میکنن. اولین چیزی که ما به خودکفایی میرسانن تعلیم است. خیلی خوشحال شدیم واقعا از این خدمتی که از این کار نیک شما انجام دادین در پل سوخته. مننه ژوندی اوسئ. همدغه پل سوخته نړۍ ته دغه پیغام ورکوي چې د افغانستان اسلامی امارت د زده کړو مانع نه ده. بالخصوص صاحب پل سوخته که قبلا مردم عبور کردن نمیتونست، الحمدلله شما میبینید که مردم میاد این ساحه مطالعه میکنه و از این ساحه لذت میبره. خب شفاخانه معالجه‌ای فردوس واقع پل سوخته مسئولیت تامین برق پل سوخته را از طرف شب هم به عهده دارد. سلام علیکم و رحمت الله. هموطنان عزیز خوش آمدید به یک گزارش شهری از من محمد شاه محمدی. در این گزارش ما آمدیم دوستای عزیز در پل سوخته کابل. جایی هستیم که در 20 سال گذشته تبدیل شده بود به جای معتادین. امروز این مبدل شده به جای فرهنگ کتابخوانی که همه وطنداران ما اینجا آمدن. کلشان شما میبینین که مصروف مطالعه هستند در پل سوخته، جایی که اینجا خیلی یک جای منفی بود و حالا به جای مثبت ماشاءالله تبدیل شده که هموطنان ما مصروف مطالعه و کتابخوانی خودشان هستند. بینندای عزیز ما را انشالله دنبال بکنین که همونطور میریم با هموطنای عزیز ما که اینجا هستن در پل سوخته آمدن در این فرهنگ کتابخوانی اشتراک کردن. همراهشان انشالله صحبتایی می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی بیادر؟ الحمدلله. میشه خودت کوتاه معرفی کنی؟ عبدالکریم هستم، باشنده نایه 13. خوب است. نایه 13 بر چی دیگه؟ بله. اینجا چطور آمدین امروز؟ همین تو مسیر خانه میرفتم بازار آمدم دیدم که اینجا برنامه کتاب است و یک چیز جدید است. بازم اینجا دور خوردم گفتم چی گپ است. از این کار امارت اسلامی چقدر راضی هستین بیادر شما؟ از این کار بسیار راضی هستیم. خداوند امارت اسلامی را در پناه خود حفظ کنه، توفیق بده که از این کار را بیشتر کنه. یک کار ابتکاری است، یک ابتکار جدید است. واقعا که یک ابتکار است، چون در 20 سال گذشته اینجا تبدیل شده بود به یک جای دیگه آشغالی. بله بله، یک جای آشغال بود. یک تعداد کسایی که معتاد شده بودن در پودر چیزا بسیار بوی تعفن اینجا بسیار زیاد. واقعا هیچی تو عبور کرده نمیشد از بس که بوی بود. بله، یک جای بسیار تاسف بار بود. فعلا الحمدلله میبینیم دیگه که تغییر کرده تقریبا. برعکس 100% تغییر کرده. امیدوار هستیم که از بیشتر تغییر کنه، جای خراب ترمیم شه و جور شه و مردم. در 20 سال گذشته خو از اینجا شما مرور کردین دیگه؟ بله. کدام خاطرات دارین از این پدری ها اینجا؟ والا دیگه خاطرات نداریم. بر دفعه که میگذشتیم یک حس بسیار ناامیدی برای ما ایجاد میشد. میگفتیم و یک کسی باشه که برای اینا دست از اینا رو بگیره. حالی اینا خفتیدن. واقعا خب یک کسی باشه که جلوی از این فاجعه را بگیره که دیگه جوانا دی مبتلا نشود در مرض در. تشکر بیادر. بخیر باشید. تشکر از شما. خب دوستای عزیز، شما چند تصویری از این پل سوخته می داشته باشیم از این فرهنگ کتابخوانی. انشالله در ادامه با ما باشین تا آخر برنامه.
هموطنان عزیز تصویرها را با هم دیدیم. حالا هم یک هموطن دیگه ما را همینجا ششتم راشون صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم، من دانش. خوب هستین کاکا؟ خوب هستین، جان شما جور است. نامتان؟ قربان علی عرفانی. از کجا هستین؟ ما از ولایت غزنی هستیم. خب کجا میشینین؟ در این محل میشینین یا که؟ ما مهاجر هستیم، ایران بودیم، فعلا اینجا مسافریم. فعلا اینجا چطور آمدین؟ چی باعث شد که شما آمدین؟ ولی ما یک کم کار داشتیم اینجا، یک چند مدت پیش هم آمدیم، دیدیم وضعیت اینجا خیلی آشفته بود. باز امروز آمدیم یک چیز قابل غیر منتظره رو دیدیم. تعجب کردیم. هیچ باور ما نمیشد. هیچ باور ما نمیشد. خدا کند که در تمام مراحل امارت اسلامی بتونه همچون کارهایی را انجام بده که مردم ما به آسایش و آرامش برسن. بعد خوشبختانه دیدم اینجا زمینه مطالعه و کتابخوانی فراهم شده. خوشم آمد، گفتم یک چند دقیقه بشینیم کتاب مطالعه کنیم کنار دوستا. خب از این زندگی بگوین چی کاروبار میکنین؟ مصروف چی هستین؟ زندگی ما در ایران مهاجر بودیم، کارهای ما کارهای ساختمانی بود، ساخت و ساز. دیگه فعلا در اینجا کار خاصی نداریم، مسافر هستیم. چقدر مدت میشه که اینجا آمدین از ایران؟ تقریبا یک ماه میشه. یک ماه میشه؟ بله. بیکار هستین؟ بیکار کاری چیزی داریم، یک کار مشکلاتی داریم که او مربوط به خود ماست. خب مشکلات شخصی است. مشکلات شخصی. سلامت باشین. زنده باشین. خیلی خوش شدیم. کدام پیام گفتنی اگر داشته باشین؟ والا ما خیلی خوشحال شدیم. از امارت اسلامی تقاضا داریم که دائم همچون زمینه‌هایی را برای مردم فراهم کنه تا جوانای ما دوباره رو به تریاک و اعتیاد و مثلا مواد مخدر نیاره. ان شاءالله زمینه مطالعه و کتابخوانی و این چیزا را فراهم بیشتر باید مساعد شود، چون که امی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در وطن عزیز ما خیلی کم رنگ شده. خیلی کم رنگ شده. هیچ نیست. واقعا هیچ. ما هر جا میریم یک کتابخانه درستابی، ما چند مدت یک ماه در این منطقه گشت و گذار داریم، یک کتابخانه که مثلا جوانا بتونه با میل و رغبت اونجا بره ندیدم. یا ما بلد نیستیم یا ندیدم. واقعا کم رنگ شده. خدا کنه که از این بابت همچون زمینه‌های فراهم شدن. یک دولت، یک مملکتی که علم و دانش و فرهنگ نباشه در اون جامعه هیچ وقت پیشرفت میسر نمیشه. دقیقاً. ما امیدواریم که انشالله امارت اسلامی همچون زمینه‌های را فراهم کنه. تشکر. سلامت باشید. زنده باشید. یکی از مسئولین امارت اسلامی را اینجا ما با خود داریم، بیشتر معلومات از زبان خودشان میشنویم. سلام علیکم فارسی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ الحمدلله. تاسو خیر؟ ستم خیر؟ بخیر. سلامت هستین. خدای دې وساته. فارسی چیکار هستین در اینجا؟ شما چیکار میکنید؟ زه خو دلته د کتاب د مطالعې د نمایشګاه لپاره راغلی او یو تن د کابل ښاروالۍ د مینوالو څخه یم. دلته راغلی د څو ځوان نسل هغه ځوانان چې دلته مخکې یو منفي تصویر وړاندې کوو د پولیس سخته څخه او دوی ته انګېزه ورکړو چې څو د کتابونه مطالعه کړي. هغه مرکز چې دلته میلیونونه افغانان تباه کېدل او اوس دلته دغه چې په زرها و میلیون ځوانان تربیه کېږي دغه مرکز نمایشګاه کتاب نمایشګاه ته راغلی. خب سلامت باشین. قاری صاحب کدام گفتنی پیام دارین به هموطنان ما؟ پیام ما به هموطنان ما، به جوانان ما، به خواهران ما، کسایی که داخل افغانستان هستند و کسایی که خارج از افغانستان همی هستند که بیاین حمایت از امارت اسلامی افغانستان کنین. بیاین کشور را بسازین. کشور را بسازین. کشور ما و شما ساخته میتونین. نسل جوان ساخته میتونن. کسایی که کتاب مطالعه میکنن و پیام خصوصا به جوانانی که داخل افغانستان هستند، به خواهرها و برادرای ما. امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه مانع تعلیم نمیشن. این یک نمونه کوچیک شما ببینین، پول سوخته که جای دریا بودن از نمایشگاه کتاب جور کردن. مبدل شده به یک فرهنگ کتابخوانی مبدل شده. کتاب بخوانین و با خواهرای ما مسیج پیام همی هستن که هیچ وقت اصلا مطالعه دست نبدارن. کشوری که به یک جایگاه بلند میرسه علتش همی هستن که او مطالعه میکنن، نسل جوانشان و تعلیم میکنن. اولین چیزی که ما به خودکفایی میرسونن تعلیم است. تشکر میکنیم از شما از اینکه قاری صاحب شما امی فرهنگ کتابخوانی را دهید یک جای منفی برگزار کردین. واقعا کار نکردین. از شما خیلی ممنون که تصویر مثبت افغانستان، تصویر مثبت پول خوشبختی یا پول سوخته به مردم میرسانین. قربان شما. خیلی خوش شدم قاری صاحب. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین. سلام علیکم. خب سلام علیکم. علیکم السلام برو. قاری صاحب خوب هستین؟ خیلی صحت خدا جوریه. سلامت باشین. قاری صاحب از بگوین که شما چیکار هستین
زه د 15 ناحیې یو کارمند څخه یو کارمند یم. بخش شاروالی؟ بخش شاروالی 15 ناحیه. قاری صاحب چقدر مدت اینجا میشه که شما کار میکنین؟ چند روز میشه کار میکنین اینجا؟ تقریبا په دغه پل سوخته باندې تقریبا یوه نیمه میاشت میاشت کېږي چې کار پرې روان ده بالکل. او نن تاسې دغه ساحه ولیدله چې دغه پل سوخته نه یې نن دغه نوی رنګ راوړی دی او هغه پل سوخته چې پاس حیوانات وو او لاندې انسانان وو. نن الحمدلله چې د متعدینو خزانه ورته ویلی شو یا د مافیا کور یا د عامه افغانانو د بربادۍ ځای و. نن الحمدلله هغه ځای موږ په کتابخانه یا د کتاب په نندارتون ځای بدل کړ. خب از این برما بگوین قاری صاحب که شما این خدمت که انجام دادین در پل سوخته چه حسی دارین فعلا؟ ولا که واقعیت درته ووایم موږ ته هغه خبرې دغه کوم هیوادوال چې ځي یا په موټر وي یا په موټرسکیل وي هغه چیغې چې وي چې یا سلامه چې یا زنده باد امارات دغه د موږ ته د هر څه د خوشحالۍ همدغه ډېره غټه خوشحالي ده او موږ ډېر د خوشحالۍ حس کوو ځکه موږ چې هر وخت موږ رسمیات او هغه ته نه ګورو حتی تقریبا ته 5 بجو 6 بجو موږ کارمندان او موږ ملګري همدغلته په خدمت مصروف وي. خیلی خوشحال شدیم واقعا از این خدمتی که از این کار نیک شما انجام دادین در پل سوخته. مننه ژوندی اوسئ. همدغه پل سوخته نړۍ ته دغه پیغام ورکوي چې د افغانستان اسلامي امارت د زده کړو مانع نه ده. ځینې ملاحظات لري هغه د موږ مشران ښه پې پوهېږي. نو الحمدلله په دې کې ډېر توفیرونه دي. حتی هغه هیوادونه چې 450 هیوادونه راغلي وو دی ونه شوی کولی حتی هغه یعنې کرکلې ته زمینه مساعده کړې وه. نن الحمدلله موږ دغه پل سوخته یعنې دغه ځای ته راورسوله یا کارونه یې پاتې دي انشاءالله سنګ پارش او نور ځای نو دغه موږ ته د ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې دغه خپل هیوادوال موږ ته یو د خوشحالۍ حس راکوي. سلامت باشین قاری صاحب خیلی خوش شدیم. مننه ژوندی اوسئ. قربانتان سلامت باشین. خب هموطنان گلم از کارکردها و از ساخت سازی این پل چند تصویر می داشته باشیم انشالله در ادامه با ما باشیم. بازم هموطنان ما در حال مصروف مطالعه هستند. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ بخیر باشین. اسمتان؟ علی هادی لقمانی هستم. یکی از کسایی که آمدیم در نمایشگاه کتاب در مسابقه کتابخانه اشتراک کردیم. خب کجا میشینید؟ در می شهروند خود کابل هستیم. در می ناحیه 6 میشینید؟ نه ناحیه 6 نمیشینیم. خب در نزدیکا هستیم. بله. چطور با اینجا آمدین؟ والا تصادفاً آمدیم دیدیم که اینجا یک فضای خاص را به خود گرفته آمدیم از شرایط فضای فعلی از استفاده کنیم. فضای متفاوت و دگرگون. یک فضای متفاوت. تعجب کننده است واقعا. تعجب کننده است. بله. مصروف چی کار هستین؟ من خودم یک معلم هستم. در شرایط حاضر بیکار هستم. چطور بیکار شدین؟ والا خیلی که دیر میشه از شروع حکومت که حکومت امارات سر کار آمده تقریبا بعد از 4 ماه 5 ماه بیکار شدیم. در طول 20 سال شما از اینجا عبور و مرور داشتین دیگه از پل سوخته؟ بله. در طول 20 سال اتفاقا هفته 2 بار 3 بار رفت و آمد از این مسیر داشتیم. بله. فعلا خودتان چه حس دارین که چنین یک وضعیت میبینید؟ در مدت 20 سال عناصر مختلف در افغانستان فعالیت داشت. هم در افغانستان فعالیت‌های مثمر هم بود، هم فعالیت‌های مخرب هم بود. در افغانستان یک سری از آزادی‌ها و حکومت غیر متمرکز استفاده شو کردند. در قسمت پل سوخته یک بخشی از قرارگاه مافیا بودند که جوانان را در اینجا عزم می‌شد
و اکثر پولهای انگفت را از این انسان هایی که قربانی مواد مخدر شده بودن مافیا به جیب میزد. واقعا بله بله. و از حکومت امارات که فعلا در اصل از اکثرت علماست روحانیون است، یک پیام خاص به خود امرا و علما دارم که در قسمت شهروندان افغانستان احساس مسئولیت کنین که امروز اکثریت مردم افغانستان مطلق بیکار است، به خاطر امرار معیشت خود حتی دست به فروختن اعضای بدن خود زدن. بله بله واقعا. خب تشکری میکنیم از شما که با ما همکلان شدید. خواهش میکنم. قربان شما. تشکر. خدمتی از برای ما. تشکر. سلامت باشید. خب بینندای عزیز، در کنار معاون صاحب ناحیه 5 قرار داریم. با معاون صاحب گفتگوی هم می داشته باشیم. سلام علیکم معاون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و احترامات بر شما و به بیننده عزیز شما. معاون صاحب خوب هستین؟ تشکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ معاون صاحب از این برای ما بگوین که چقدر مدت میشه که شما اینجا فعالیت آغاز کردید؟ با شمول امروز 30 روز میشه که 30 روز یعنی یک ماه. بله یک ماه واقعا زیاد زحمت کشیدیم. مجبور مکلف بودیم چون خدمت زحمت میخواد، بعدم زحمت بکشیم. خب معاون صاحب این را برای ما بگوین چی انگیزه باعث شد که امروز این محفل فرهنگ کتابخوانی را برای هموطنان ما شما مساعد بسازید؟ سه پیام عمده داریم. یکی که سایه پول سوخته که قبلا انعکاس بسیار منفی در سر تا سر افغانستان و در کل دنیا داشته، او انعکاس ما فعلا میخوایم که مثبت تغییر بده، که سایه پول سوخته قبلی نیست. فعلا مردم جامعه به خاطر مطالعه و از این فضای خوشایند پول سوخته لذت میبرند. هدف دوم ما است که در کل امارت اسلامی افغانستان خلاف تعلیم نیست و زمینه ها را بر مردم مساعد بسازد تا تعلیم بیاموزند. هدف سومی که در مملکت سر تا سر مملکت امنیت برقرار است، بالخصوص سایه پول سوخته که قبلا مردم عبور کردن نمیتونست. الحمدلله شما میبینید که مردم میاد این ساحه مطالعه میکنه و از این ساحه لذت میبره. خب معاون صاحب عزیز برای ما بگوین و برای بیننده های ایران بگوین که پیام شما برای باشندای محل چیست؟ پیام هم است که تاسیسات دولتی، تاسیسات عمل منفع از طرف شهروالی و دیگر ادارات که جور میشه به خاطر سهولت ملت جور میشه، بیاین از این تاسیسات مثل سایه پول سوخته به دستای خود حفاظت کنیم و نمانیم کسایی که تخریب میکنن ساحه را تخریب کنن و این فضای خوشایند از بین ببرن. بله بله تشکری میکنم از شما. زنده باشین، بخیر باشین. تشکر. زنده باشین. یکی از هموطنان دیگه ما رو در کنار خود داریم، با ما گفتنی هایی دارن. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، امید که جور صحتمند سرحال باشین. یک سلام خاص به تمام بیننده های عزیز و هموطنان عزیز. سلامت باشین. اسمتان؟ اسمم زبیر است، باشنده شهر کابل، قلعه فتح الله. خب از قلعه فتح الله اینجا آمدین؟ بله اینجا آمدم، به دیدن پل سوخته خبر شدم که اینجا بازسازی شده و ما گفتم بیایم یک دفعه از نزدیک ببینم که چی گپ است اینجا. خوشبختانه آمدم اینجا دیدم، با واقعا یک حس خیلی خیلی خوب پیدا کردم. مطالعه اینجا کتاب میکنن، قبلا که اینجا می آمدیم بعضی از دوستای خودم آدم اینجا بودن، معتاد بود. حالا الحمدلله شکر که دوباره پل سوخته ما به اون رقم وضعیتی که قبلا خوشبختی مبدل شده. بله دقیقاً با اروپای کوچک. دقیقاً. خب خاص از کجا گفتین آمدین؟ از قلعه فتح الله. خاص از قلعه فتح الله با همین هدف آمدین که به دیدن پل سوخته همینطور؟ بله و دقیقاً. کجای دیگه کار داشتین؟ نه جای کار نداشتم، فقط همینجا آمدم مگه اینجا دیدم، خواستم گفتم برای شما یک مصاحبه بدم، حالا دیگه میرم. در گذشته اینجا را خود دیده بودین؟ بله دقیقاً در گذشته، چون که اینجا جای مردم بود، یه جای نیست اینجا موتورا رفت آمد میکنن که قبلا بیاز دیده بودیم. اینجا یک وقت کلش معتاد بود، هر جای سرک میدی پیش سرکا دیگر جاش معتاد. و فی حال که دیدین اینجا و هستین حضور فیزیکی دارین، چه حسی دارین؟ بسیار یک حس خوب دارم، واقعا یک حس خوب دارم که قبلا که جمعی آمدم واقعا بسیار متاثر غمگین میشدم که چرا افغانای ما، چرا مردم ما به این رقم روز مبادل شد. چرا ما 3 میلیون معتاد داریم؟ دقیقاً چرا 3 میلیون معتاد داریم. حالا خوشبختانه آمدم که فکر میکنم به خدا قسم خواب میبینم. دقیقاً واقعا برام جالب است. زمانی ببین خودت
چقدر خوبه. برای من خیلی برای خودم جالب است که اینجا زمان ما می آمدیم از اینجا حتی عبور کرده از بوی تعفن ما عبور کرده نمیتونستیم. دقیقاً. حالا ماشاءالله سحکو گلکاری کردن و بله. نهال شاندن و اینا خیلی کتاب آوردن. بسیار خوش خیلی هستم. کار نیک کردن. بله دقیقاً. بسیار ما از امارات چی پیام دارن برای هموطنان ما و حکومت ما؟ ما به هموطنان عزیز پیام را دارم که دوستان عزیز لطفاً خودداری نمایید از این مواد مخدر استفاده نکنید. چندان چیزی نیست، فقط آدم میزنه، خراب میکنه، برباد میکنه. و تشکر زیاد از امارت اسلامی دارم که اینجا را بازسازی کرد. بسیار خوش هستم. قربانشان، دستشان درد نکنه. سلامت باشین. قربانتان، زنده باشین. خب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین. نامتون؟ نام محمد عارف است. تخلصم افتخاری است. دیگه افتخاری صاحب از کجا هستین؟ ما از ولایت میدان وردک، مرکز بهسود سیدویم. خب باشنده کجا هستین در کابل؟ فعلا باشنده همین ناحیه برچی هستم و امروز هم اتفاقا همینطور میرفتم از این مسیر دیدم که این محل، این مکانی که قبلا واقعا میداد یک چیزی وحشت بود برای جامعه خود مردم افغانستان. فعلا میبینه اینجا میبینه کتاب از سرمیز، واقعا جای مطالعه و کتاب‌های مختلف. ولی قبلا اینجا بود مردم ها یک قشر بود که واقعا روز به روز مردم جامعه خورا در حالت پایین می آورد، مثل همین معتادین. یا که میبینی محل این مکانه که بسیار یک جای بهترین است. واقعا ما خواهش میکنم از تمام اسلامی امارات و همچنان از مردم خود که بتواند کوشش کنه مثلا روز به روز برای جوانان و نوجوانان خود درس و تحصیل. ولی یک خواهش از امارات اسلامی هم داریم که یک چیزی همه شمول هر کسی که واقعا همو عشق و علاقه ای که داره به درس و چیزهای مختلف به نظر ما تشویق کنه و همچنان خودم قبلا که بودم نمایش اجرا میکردم، تئاتر اجرا میکردم، کارهای فرهنگی، بهترین پروژه ها. ولی فعلا که این تحولات در افغانستان آمده واقعا ما از خیلی همو چیزای ما انگیزه ما باز هم امروز که همزی مسیر گذر کردم انگیزه ما به او روزهایی که قبلا زمان جمهوریت بود برای ما آمد که دیدم که مثلا اینجا کتابخانه همه چیز باز میبینید او سمت خانم ها و خواهرها اینا هست. واقعا روز به روز یک انگیزه ما تاریخی و پیشرفت است. خب تشکر میکنیم از شما. خواهش میکنم همچنان دیگه. بیادر سلام علیکم. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشید. اسمتون؟ اسم ما عبدالله رحمانی است، مسئول شفاخانه فردوس واقع پل سوخته. رحمانی صاحب از این برای ما بگوین که اینجا مصروف چی هستین؟ ما مصروف برگزاری و اشتراک در برنامه کتابخوانی در پل سوخته هستیم. خب ایره امروز دیگه جدید آغاز کردیم؟ بله، برنامه امروز تقریبا نیم ساعت قبل آغاز شده و ما و تیم کاری شفاخانه در این برنامه اشتراک کردیم. خب تیم کاری شفاخانه اینجا چه فعالیت و چه کار میکنن در پل سوخته؟ خب از نامش معلوم است یک برنامه کتابخوانی است. نرسای ما، قابل صاحبای ما و حتی دکترای ما، هم آقایان هم خانم‌ها در این برنامه اشتراک کرده و کتاب میخوانه و نشان میده که میتونه در پلوی آقایان کتاب مطالعه بکنه. بله. دیگه چه مصروفیت دارین در خود پل؟ میشه کمی معلومات بدین برای بیننده ها. خب شفاخانه معالجه‌ای فردوس واقع پل سوخته مسئولیت تامین برق پل سوخته را از طرف شب هم به عهده داره و تمام مراحل تامین برق خود شفاخانه فردوس به شمول هزینه‌های مالی تامین میکنه. خب امی پرداخت مالیش مربوط شفاخانه است دیگه؟ بله تمامش مالیش. خب رحیمی صاحب خیلی خوش شدیم. کدام پیام اگر گفتنی بر بیننده ها و هموطنان ما داشته باشین کاملا در خدمتتون است. ما هم خوش شدم. پیام خیلی واضح است، خیلی سریع است که امروز در برنامه کتابخوانی اینجا یک تغییر مثبت اتفاق افتاده و پیام میده که میتونه این جهنم معتادین به بهشت کتابخوانی برای خانما، اطفال، آقایان و معتادینی که قبلا معتاد بوده تداوی شده و آمدن امروز در اینجا کتاب مطالعه میکنه تبدیل شود. واقعا که یک
اتفاق افتاده که هیچ کس تصورش هم نمیکرد که چنین یک کار مثلا یک فرهنگ کتابخوانی در پل سوخته ایجاد شود و این قسم. خب همین جای نقطه عطف است در نقطه از کابل که بغیر از مصرف مواد، بدبختی، تاریکی، شوم و تمام بربریت در زیر پل اتفاق میفتد. امروز تمامش ختم شده و بهترین و منظمترین و پاکترین برنامه که کتابخوانی در اینجا اتفاق افتاده. دقیقاً. سلامت باشین رحیم صاحب. سلامت باشید، بخیر باشید. قربانتان. بینندگان عزیز، یک چیز دیگر هم اینجا ببینین که خانم ها هم اینجا حضور پیدا کردن و مصروف مطالعه و کتابخوانی هستند. همراهشان انشالله صحبتی می داشته باشیم. سلام علیکم خواهر. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز. سلامت باشین. اسمتان میشه خودت کوتاه معرفی کنید؟ دکتر زینب مختار هستم، یک تن از پرسنل شفاخانه معالجه فردوس. دکتر صاحب عزیز برای ما بگوین که اینجا چی میکنین؟ چطور باعث شد چی باعث شد که اینجا شما بین؟ امروز خیلی خوشحال هستم که ساحه پل سوخته تبدیل به یک مکان مطالعه در فضای باز شده که خوشبختانه در این مطالعه ما خانم‌ها هم به اشتراک نمودیم که این بخش مطالعه کتابخوانی به کمک شفاخانه معالجه فردوس برگزار شده. واقعا شما تصورش هم میکردین که چنین روزی برسه که در پل سوخته یک محفل فرهنگ مثلا کتابخوانی برگزار شود؟ متاسفانه که این تو فکر تصورش هم حتی نمیکردیم که خوشبختانه فعلا امی در فضایی که ما قبلا یک عبور و مرور درست نمیتونستیم یک انگیزه منفی میگرفتیم، فعلا خدا را هزار بار شکرگزار هستیم که در فضای باز ما مطالعه میکنیم. سلامت باشین. دکتر صاحب کدام گفتنی دارین، کدام پیامی داشته باشین برای هموطنای ما؟ یک پیام دارم به تمام بانوهای افغانستان: هیچ وقت انگیزه تان را از بین نبرید، همیشه با انگیزه باشید. انشالله که پشت هر سختی یک آسانی می باشه. فرهنگ مطالعه کتابخوانی را هرگز فراموش نکنید، چون بهترین دوست یاور انسان کتاب می باشه. سلامت باشین. یک پیام دیگر هم داریم در امارت اسلامی که مکاتب و پوهنتون‌ها را برای بانوان به زودترین فرصت باز کنند. انشالله. خب سلام علیکم خواهر. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر. شما؟ باش که ما این طرف بیایم که دم روی از اینا رو میگیرم. میشه خودت کوتاه معرفی کنید؟ وصفه ظفری، باشنده کابل. مصروف چی کار هستین خواهر عزیز؟ کتاب اینجا کتاب میخوانیم، باز به شفاخانه فردوس هستم. کدام پیام گفتنی دارین برای حکومت، برای بیننده ها و وطندارایی که در خارج هستند؟ از امارت اسلامی میخوایم امی پنتونای ما را، مکاتب لطفا نگه باز بکنن دروازه‌شان تا ما بتونیم درس بخوانیم. یعنی ما هم مثل مردم میتونیم کمک کنیم به کلگی. سلامت باشید. اسم شما؟ فاطمه بیانی هستم. چی باعث شد که شما اینجا با پل سوخته بیایید که باشنده اینجا هستید؟ تشکر میکنم چون اینجا شفاخانه فردوس بر ما امکان کتابخانه رو فراهم کرده، کتابخانه رو، و اینجا آمدیم برنامه کتابخانه کتاب میخوانیم. شما هم دیگه دکتر هستید؟ بله. در کدام بخش؟ بخش آجر نسایی. کدام گفتنی، پیشنهاد، پیام، انتقاد؟ از امارات میخوانم که مکاتب و پانتونا را به زودی باز کنه، چون ما میخوایم درس بخوانیم. سلامت باشید. بخیر باشید. بیننده‌های عزیز، تشکری خاص میکنیم که از شما تا این دم ما را همراهی کردین، تا آخر گزارش با ما بودین. بیننده‌های عزیز لطف کنین چینل گلوتوتا سابسکرایب کنین، لایک کنین و با دوستان خود شریک بسازین. خب این بود گزارش امروزی ما از پل سوخته کابل. تا گزارش بعد که در خدمت شما هموطنان عزیزم قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.